زعفرون یکی از خوشمزه ترین، خوش‌عطر ترین و گران قیمت ترین ادویه های دنیاست. یه چاشنی خوش‌طعم که کاربرد خیلی زیادی تو غذاهای ایرانی داره. حالا چی میشه اگه ما بتونیم این ادویه گران قیمت رو در منزل شخصی خودمون پرورش بدیم و واسه فروش راهی بازار کنیم؟ اگر به کاشت زعفرون تو خونه به عنوان یک شغل دوم درجه یک نگاه میکنی، حتما تا پایان این ویدیو با ما همراه باش. سلام، اینجا کانال یوتیوب محمد حنتوش‌زاده است. ما تو این کانال شغل‌هایی رو معرفی می‌کنیم که هم درآمد بالایی دارن و هم اکثر اونها تو محیط خونه قابل اجرا. پس اگر دنبال شغل می‌گردی، اگر می‌خوای درآمدت بیشتر بشه، حتما کانال ما رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو هم لایک کن. قبل از هر چیز بهت بگم که اکثر افرادی که تو بازار مشغول فروش زعفرون هستن، کارشون رو از محیط کوچیکی مثل باغچه خونه شروع کردن. پس اصلا فکر نکن که توی محیط کوچیک نمیشه این کسب و کار رو راه انداخت. شما واسه اینکه بتونید وارد این شغل بشید، باید در قدم اول پیازچه زعفرون رو تهیه کنید. معمولا تصور عموم بر اینه که گل زعفرون از دونه یا بذر به وجود میاد، اما این تصور کاملا اشتباهه و زعفرون از پیازچه به وجود میاد. این پیازچه 7 سال تو خاک میمونه و تو این مدت دائما در حال رشده. شما معمولا محصول 1 ساله رو خریداری میکنید و در 6 سال بعد فقط با مراقبت و کوددهی مناسب به برداشت زعفرون میرسید. نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که حتما در زمان خرید پیازچه دقت کنید که محصول سالم و ضد عفونی شده باشه. بعد از اینکه پیازچه مورد نظر رو خریداری کردید، حالا نوبت کاشت میرسه. بهترین زمان برای کاشت زعفرون فصل تابستونه، اما اگر تو مناطق گرمسیری زندگی میکنید، بهتره که اواسط پاییز این کار رو انجام بدید. در قدم بعدی باید خاک ایدئال برای کاشت داشته باشید. شما باید خاکی رو انتخاب کنید که حداقل 30% خاک رست داشته باشه. خاک باغچه برای این کار میتونه مناسب باشه. حالا که خاک مورد نظر رو حاضر کردید، وقت این رسیده که گلدون رو آماده کنید. بهتره برای این کار گلدونی رو انتخاب کنید که حداقل 30 سانت فضای کاشت داشته باشه. دلیلش اینه که عمق کاشت پیازچه باید 20 سانت باشه و زیرش هم باید دست کم 10 سانت خاک وجود داشته باشه. اگر تو فصل تابستون پیازچه رو کاشته باشید، دیگه نیازی به آب بیاری نیست و بهتر آب بیاری رو از اول مهر ماه شروع کنید. این عملیات باید هر 10 روز یه بار انجام بشه. زعفرون رو نباید تو محیط داخلی خونه نگهداری کنید و بهتر اون رو به تراس یا بالکن منتقل کنید. تو پشت بوم هم میتونید فعالیت خودتون رو داشته باشید. یادتون باشه که زعفرون نیاز شدیدی به نور خورشید داره. پیاز زعفرون قراره 7 سال تو خاک بمونه، پس نیازه که در زمان مناسب اونو کود بدید تا خاکش از بین نره و غنی بمونه. حالا اگه همه مراحل قبل رو انجام داده باشید، باید منتظر بمونید تا فصل برداشت فرا برسه. زعفرون معمولا تو فصل پاییز آماده برداشت. بهتره که این کار رو قبل از طلوع آفتاب انجام بدید. برای برداشت کافیه که گلها رو به آرومی از ساقه‌ها بیرون بیارید و رشته‌های قرمز رنگ اون رو جدا کنید. شما در همون سال اول محصولتون رو برداشت می‌کنید و در سال‌های آینده این محصول به مراتب افزایش پیدا می‌کنه. برداشت زعفرون یک لذت خاص و تکرار نشدنیه. پیشنهاد می‌کنم به هیچ وجه اون از دست ندید. خیلی ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. خوشحال میشم اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و با نظراتتون ما رو راهنمایی کنید.